اینجا دوشنبه گفتار ادبی را از سلسله رادیو تئاتر سر می کنیم. شنوندگان محترم، امروز ما قسم آخرین رادیو انسینیروفکا را از روی رمان نویسنده جلال اکرامی دختری آتش می شنوانیم. از روزی به حبس گرفته شدن حیدرقل 10 سال گذشت. آن سالها سالهایی بودند که هر روزشان یک حادثه، یک واقعه، یک تغییرات و دیگرگونی می آوردند. کدام یک قوه بزرگ مردمان سرزمین روسیه و تابعات آن را جنبانده به حرکت آورده بیدار می کرد. مردم چشم کشاده هوشیارانه تر قدم می‌گذاشتند. رسم و قاعده ها، ترتیب و کارها را از نو به طرز دیگر ساختن می‌خواستند. اما قوه های سیاه دنیای قدیم به این مانع می‌گشتند. پیش راه هوشیاران را می‌گرفتند. زد و خوردها می‌شد. مردم دست به گریبان می‌شدند، غالب می‌برآمدند، مغلوب می‌گشتند، ولی آسوده و آرام نمی ایستادند. شهری قدیمی بخارا، شهری که به داستانها مدح شده، در افسانه ها آرا یافته، ورد زبانها گشته است. شهری که هنوز در آن، در پس قلعه بلند 1000 ساله آن، رسم و آیین کهن، زندگانی خوابالودانه بی حرکت و بی مدارانه دوام می کرد. در سایه جناب عالی، در امن و امانی و فراغت بود. فقط یک تغییرات مهمی که روی داده بود به زیر قلعه و نزد دروازه قواله رسیده آمدن راه آهن و بنا یافتن وگزلچه شهری بود. اسکاگان به اینجا روزی 2-3 بار پاییزچه می آمد، بار می کشاند، آدم می کشاند. بیگاهی از پاییزی که نوک از بخارا آمده بود، 2 کس فرامده به تو طرف رفتند. یکی از آنها اکا مخصوم و دیگرش سمیرنوف بود. اکا مخصوم به سوی خانه عمر جان روان شد. پس از فرصتی با راه دیگر سمیرنوف به وی رسیده گرفت. از سمرقند کس آمده بود. ما با شما منتظر شدیم، هیچ کس نآمد. بعد خودمون مجلسی مشورتی را گذراندیم، مهمون را گسیل کردیم. با شما عصا هیچ گپ نزد؟ عصا گفته بود، لیکن شریکای ما به زودی جمع نشدند. پس از جمع شدن به تکلیف من اکثریت ناراضگی بیان کردند. یعنی؟ میترسند. از کی؟ هم از امیر، هم از عروس. درستش از بلشویک ها میترسند گویید؟ همین طور بودگیست. در این دم که آنها از دپا گذشته بودند، یک آدم ترکمن نما که به سرش پاپاخ پرسیانی بود به آنها نزدیک شد و گفت: از شما یک چیز پرسم میلش؟ مرحمت پرسید. به من خانه عمر جان نام استای دیپا لازم. به گمانم در همین جاها بود. خانه عمر جان؟ نه، خانه عمر جان را نمیدانم، اما خودش را گویا که میشناسم. چی کارتان بود؟ اگر خودش را دانید خانهش هم میدانید. بیایید گپ کم کنید و به من راه خانه عمر جان را نشان دهید. واجبا خودش چی گپ؟ هیچ گپ نه که مخصوم. راه نشان دهید. به گمانم خودتان هم به همانجا می روید. یا توبه،
این کس نام مخصوم را هم میدانند کو؟ نباشد چه؟ دوستی عزیزم، جان و جیگرم، حیدر قل را نشناختید مگر اکا مخصوم؟ یه اکا حیدر قل؟ دوستم، خلاصکارم، احوال نقص؟ حقیقتا پیر شده اید اکا مخصوم. نباشد شما از یک نگاه حتی زنک های فرنجی دار را میشناختید. آخر برفتن شما چند وقت شد؟ 10 سال شد. اینک حیدر قل به دوستانش عمرجان، سمیرنوف، اکا مخصوم، امان و دیگرها سرگذشت 10 ساله خود را حکایت کرده داد. در ژاندارمری کاگان برعکس چشم داشتم، مرا بی هیچ پرسش و تفتیش برده به حبسخانه افلاس و سیر آدم به بین دوستها و آدم کشها پرتافتند. هر کسی که حبسخانه و زندان را فکر کرده برآورده باشد، ظالم ترین و جابرترین بیرم های روی دنیا بوده است. این سقف و دیوارها، این محیط آهنین و قتال کس را می فشارد، عصبها را یک یک کنده می پرتاید، دل را به کفیدن نزدیک می کنند. بعد از 4 روزی حبس شدنم مفتش جیغ زد. مرا به کشته شدن غنی جانبای عیبدار می کرد. بعد از پرس و پاس زیاده به کاغذ دست ماناندند و برگشته به حبس خانه می بردند که کسی مرا جیغ زد. این همسایه زنی روس بود که به حال پرسی من آمده است. من را در بدل 1 سال فقط چون همسایه می شناختم و خلاص. اما او مرا در این روز سیاه فراموش نکرده به حبس خانه به من خوراک برداشت آمده است. گریه نکن دادرم، هیچ باکی نی. بسر آدم زنده خلق روزها می آید. شریک هایت در پسی کاری تو هستند. در دیپو در کنتور مجلس کردند. امروز نیپگاه آزاد می شوی. انا این شیر کارتوشکا و نان را گیر. رحمت، احوال خودتان چطور؟ پسرتان و یار و برادرها همه تنج می؟ همه صحت و سلامت. پگاه فردا خودت میفهمی. آنها آمدنی بودند لیکن مجلس برآمده ماند. پگاه آمده همه گپ ها را به تو میگویند. خیر، اکنون من روم. بچه ها تنها ماندن. غم نخور، من باز می آیم. خیر به آمدنتان رحمت. بیگاهی همان روز شما ها آمدیتان. بعد چند روز مرا سود کردند. چطوری که خبر داشتید بنابر فقرای روس بودنم، بنابر آن که خون دختر و زنم را ستانیدن خواسته، غنی جانبای را کشتنم را به نظر گرفته، جزای مرا سبکتر کردنی شده. به 10 ساله به درغه به سیبر حکم برآوردن. 10 روز مرا در حبسخانه یک کس نگاه داشته. روز 11 شبانه به وکزل بردند. به وگونی که مرا گرفته در آوردند به غیر از من و پاسبان ها کسی نبود. بعد از نیم شب به نزد من باز یک کس را آوردند. پس از رفتن پاسبان ها مردی ناشناس به من دست دراز کرده با زبان ترکی پرسید. شما کیستید؟ ما را به کجا میبرند؟ نه؟
من گریگوری ایوانیچ سکالوف هستم. از باکو ایتاب شده نمیدانم به کجا رفته ایستادم. بسی بیر البته. خوش، شما کی میشوید؟ نامم حیدر قل. در دیپای کاغان کار میکردم. استید که شما نیکلای سمیرنوف را میشناسید؟ وای، دوست جانی من میشود. من به او سرگذشتم و یار و رفیقانم را نقل کرده دادم. بسیار نقص، بسیار نقص. شما از آن خودی بوده اید. من هم کارگری دیپا می باشم. ما در روزهای ریولوسی 1905 در باکو کارپرتایی کردیم. بیرق برداشته نمایش کردیم، یراق به دست گرفتیم. لیکن در وقتی ورقه ریولوسیونی پهن کردنم من نااحتیاطی صادر کرده به دست دشمن افتادم. باز گناه های دیگر را علاوه کرده سود کردند و مرا بسی بیر به درغه نمودند. خیر، کارهای سمیرنوف چطور؟ بد نه. سمیرنوف بر این دوستان من بسیار حرکت کردند و پلیتسیا مرا به دست میرشبی امیر داده نتوانست. لیکن سوری عادل آق پادشاه هم از میرشب کم فرق نمی کرده است. فرق ندارد. یکش از دیگرش بدتر است. همه دشمن و بدخواه خلق بیچاره. خط و سواد داری؟ اندک خط و سوادی تاجیکی دارم. بسیار نقص. نباشد پیش از همه ما و تو الف با مشق کرده خط و سوادت را میبراریم. بعد زبان روسی را میآموزی. کاشکی. رفیق سکالوف، برای چی ما را شبانه آورده به وگان در آوردند؟ نظر به شنیدی من پرستوی کاغان به واهمه افتاده است. به گمانم از کارگرهای دیپا میترسند که مبادا هجوم کرده تو را یا که مرا خلاص نکنند. ای خیر، بیا کمتر خواب کنیم. ما را به حبسخانه سمرقند آوردند. ما با سکالوف در آنجا قریب 4 ماه خواب کردیم. در آنجا سکالوف به من الفبای روسی را آموخت. گاه به من درسی حیات می آموخت. از صحبت آن مرد دانا و با عقل من آهسته آدمی دیگر شدم. مایوسی، ناامیدی از من دور شده، به دلم نسیم حیات وزید و باوری حاصل کردم که کس تقدیر خود را تغییر داده میتوانسته است. ولی
همه گپ در عقل و دانش و شعور بوده است. راست. روزی مرا از سکلاف جدا کرده به ستانسیا بردند. از شهر به شهر برده آخر به جای بدرغه شدم آوردند. پس از 3 ماه زندگانی پرعذاب و مهنت سخت در بدرغه مرا خنک زد و سخت بیمار شدم. در برک ما اسرائیل ابرامش نام موی سفید بود و یکی از دکترهای مشهور پیتربورگ بوده. بنابر اشتراک کردنش به کارهای ضد دولتی بدرغه شده بوده است. در وقت بیماریم او مرا از مرگ خلاص کرده گرفت. اینه بینیده؟ داروها میداد، او کال میکرد. من بعد 1.5 ماه صحت شدم. همان سالها کسلی و مراموری خیلی زیاد شد و بنابراین در جای ما حکومت یک بیمارستان خود را تشکیل داد. اسرائیل ابرامویچ را دکتری آنجا تعیین کردند. از بس که من به او بسیار معقول شده بودم و به کارهایش یاری میدادم، با اجازت سردارها مرا چون سنیتر به نزد خود گرفت. در سال 1914 پس از در جنگ هلاک گردیدن پسرش، او هم از دنیا چشم پوشید. افسوس. پس از 6 ماه دیگر به من رخصت دادن که به وطنم برگردم. من قناعت برآورده به این سودیدم. انا همین است سرگذشتی بدرغگی من. آفرین. اکا حیدرقل، به رفتن شما 10 سال شده؟ ها. اما شما همه وقت با ما بودید، به همه کار و درد و غممان شریک شدید. مکتوب های شما به ما یک جهان درس و سبق بودند. حالا دکتر شده آمدم گویید؟ بسیار نقد. نباشد به کسالخانه کاگان با کار میمانیم. اما نگفتید که در آنجاها تشکیلات ما تشکیلاتی پارتیا بود؟ مناسبت شما با آن تشکیلات چطور؟ من کمونیست. شما کمونیست؟ بسیار خوب. میدانید در عالم مسلمانی هر کس که به مکه رفته حج کرده بیاید همه او را حاجی گفته زیارت میکنند. اما در عالم اجتماعی ما حاجی و مقدس همان کسی که سختی، عذاب و عقوبت را از سر گذرانیده ولی به هیچ حال تسلیم نشده از اول زورتر، پختتر و بلشویک شده آمده باشد. درست. بله. بنابراین اگر شما را من زیارت کنم بد کردگی نمی شود. درست میگید. شوخی نکنید اکا مخصوم. حکایتی مرا شنیدید. کنی از خودتان پرسیم به خزان رفتید؟ اکا مقسم به قزان رفته حاجی اجتماعی شده آمدند. درست میگی. بله قزان به من خیلی سبق آموخت. چشمم را گشاد دوستان. میخواستم تا آخری عمرم در همانجا بمانم، لیکن دوستان بخارایی برگشتنم را طلبیدند. بعد فهمیدم که خوشبیهی نیست شده، میرشبی غولیدینگ هرچی ذخیره شده است. پس به خود قرار دادم که به بخارا برگردم. انا با آمدنم 5 سال شد. در بخارا جمعیتی یاش بخاره ها هست. ما هم در آنجا یک پای شریک، لیکن آنها بسیار سست، میترسن. به یگان کاری جدی درستر قدم نمیگذارم. من مصلحت دادم که از بلشویکان کاگان از کارگرها روش کار بردن را آموزیم. به این هم راضی نشدند. شعارشان همین که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. این نمی شود. من یاش بخاری ها را نمی دانم، لیکن در بخارا به راه و رویش بلشویک ها می در آمدگی ها هستند.
انا در بین آنها کار بردن و آنها را یک جای کردن لازم است. بله بله، برای همین کار ما آدم کافته گشته بودیم. خیریت که آدم یافت شد. کی وای؟ اکای در پول. حمام کنجک. محرم غرچ، زنک مرد صفت، در اینجا گویا حمامی شده کار میکند، لیکن کسب اساسیش راهبر و فرمانده زن یابان امیر می باشد. اگر محرم غرچ به حضرت امیر عریضه نوشته و یا روبرو شده هر دختری را که تعریف کند، پگاه آن روز دختر به حرم جناب عالی می رود، زیرا که محرم غرچ چون حمامی دختر را سراپا می بیند و بهای حقیقی می دهد. درباره شمسه ناکام هم به امیر همین محرم غرچ خبر رسانده بود. آی مولای تنبور را هم برگ به نزد پاشا بیبی همین زنک واسطه شده برده بود. گرچنده از بین 10 سال گذشته باشد هم محرم غرچ چون پیشتره در حمام کنجک حمامی می کرد، اما او خیلی تغییر یافته، به پیچه هایش سفیدی افتاده، رویش پراجین گشته، از اوله هم فر بهتر شده بود. روز پنجشنبه بعد پیشین یک آدم ملا بچه‌نما محرم غرچ را به نزد کمال الدین مخدوم خبر کرده رفت. کمال الدین مخدوم پسر وایز الدین مخدومی صدوری مرحوم بوده. هنوز در وقت زنده بودن پدرش از طرف امیر منصب کتابخانه‌داری به او داده شده و از عایدات آن در خانه نشسته آسوده زندگی می کرد. و یگان کسب و کار معین و مشغولیت هر روزه نداشت. بیشتر عمر وی در صحبت دوستان و یاران موافق می گذشت. اکثر وقت جوره ها جمع شده شاهمات باز می کردند، گزیته می خواندند، از نویگری ها خبردار می شدند و گاه ناگاه خود را در سلک جدیدی حساب کرده حرکت انقلابی را از دور تقلید می کردند. با جدید شدن کمال الدین مخدوم اولا دوستانش، بعد گزیته ژورنال های فارسی، افغانی و ترکی که از خارجه، از تاتارستان، از قریم به بخارا آورانیده شده پهن می گشت، سبب شدند. اکا مخدوم هم بعد از برگشتن از قزان در صحبت آنها اشتراک می کرد. گاه 3-4 کس از دوستان معتمد با هم یک جا جمع می شدند و بعضی معماهای زندگی را محاکمه کرده تکلیف ها می در آوردند. محرم غرچ هم برای همین طور یک کاری خیر، یک کاری انقلابی جیغ زده شده بود. پیش از آمدن محرم غرچ در خانه کمال الدین مخدوم، اکا مخصوم و اسماعیل افندی نام مرد بخارایی که در ترکیه تحصیل کرده آمده به نامش لقب افندی را علاوه کرده است، صحبت کنان می نشستند. خوشبگی و قاضی کلان در بالای ارک با هم صحبت کرده جدیدها را کافر، کاری بار آنها را بر ضد شر دانسته قرار دادند که جمیع مکتب‌های جدیدی را بندند و همه آنهایی را که به این کارها اندکی هم دخل داشته باشند به فتوای شیخ الاسلام و اعلم و مفتی به حبس گیرند و حتی از دم تیغ گذرانند. شما این خبر را از کی شنیدید؟ ذات از زنم شنیدم. وی دوگانه زن زمانبک است. زمانبک به خودتان معلوم پلیس مخفی امیر است. آخر خود خوشبگی با فکرم طرفداری مکتب‌های اصولی جدیدی بود کو؟ در این هنگام به خانه محرم غرچ در آمد. کمال الدین بعد از احوال پرسی به سر مقصد آمده گفت: خواهر عزیز، مقصد ما از شما را به اینجا خبر کردن این است که میخواهیم از شما پرسیم
شما درباره مکتب اصول نو که آن را مکتب جدیدی میگویند چه ها شنیدید؟ اوه گردم مخصوم جان، من کیو گپی مکتب کی از من گپی حمام را، گپی حسن جمال را، گپی سازنده و بزم ها را پرسید، نه اینکه گپی مکتب. لیکن ما شما را از آنچه گفتید بالاتر میگذاریم. شما از همان قبیل زنها هستید که راه روش نو و مدنیت نو را دوست می‌دارید و با خواهش خود به ما یاری رساندن میان بسته اید. من کنیز درگاه رحمتی قبلگاه شما ایشان صدور می باشم. شما خواجه‌زاده من هستید. با کارهای شما یاری دادن، به شما مثل کنیز خدمت کردن وظیفه من است. ذات به ما لازم که ذات فکر ارکان دولت امیر، فکر قاضی کلان و اطرافیان آنها را درباره مکتب اصول جدیدی ما ذات شنویم. اگر در بالاها هیچ گپ و حرفی نباشد، ما میخوایم که باز یک چند مکتب اصول جدیدی گشاییم و فرزندان هموطنان خود را خواننده آدم کنانیم. میدانید از بس که شما با بالا رفت آمد دارید، شاید درباره مکتب‌های اصول جدیدی و یا که درباره خودی جدیدان بعضی گپ و حرف شنیدگیستید. اگر حقیقتا یگان صحبتی شده باشد به ما نقل کنید تا که ما کار خودمان را دانسته کنیم. این مقصدتان را به من پیشتر میفهماندید. من دهان اینو آن رو بو کشیده و شما خبر می آوردم. درباره ذات جدیدها چی میگویند؟ به فکرم جدیدها را سخت گرفته ایستادند. شما احتیاط کنید مخصوم جان. من جینه با چشم خودم دیدم که 3 جوانی برنا را آدم های قشبگی و مرشب بندی کرده زده به بالا برآوردند. به گمانم یک تای از آنها شما ها بر این ملا نما بود. چی زمانهای الغو دلغو شده مانده. همین طور شدنش هم لازم بود. کاسه صبر مردم لبریش شدگی، کار بجان و کارت به استخوان رسیدگی. بله 3 سال باز روسیه و شریکانش با گرمان می جنگند. آق پاشا همه خزینه‌اش را هستی و نیستی خلق را برای آدم کشی صرف کرده ایستاده است. امیر ما هم در این ماجرا همراه وی به نیکلای یاری می دهد. ذات روسیه جنگیده چنان سوست شده است که آخرین قوه های خود را به کار می اندازد. ذات حاضر فرصتی استقلالیت گرفتن و بخارا را دولت مستقل کردن رسیده است. این امیر ترسانچک، این قشبگی و قاضی کلان ها همین امکانیت را از دست داده ایستادند. ذات از این امکانیت یاش بخاری ها باید استفاده کنند. آنها باید بر ارکان دولت امیر تأثیر نموده ذات دولت بخارا را به سوی استقلال برند. اگر ما به دولت ترکیه مراجعت کنیم به ما دست یاری میرساند. ذات مثل انور پاشا یک کماندان با یک فوج عسکر و اسلحه وارد بخارا شود، روس‌ها هیچ کار کرده نمیتوانند. با فکر من برای خلق بخارا هنوز این کارها بر وقت است. اول خلق را خواندن، معارف و مدنیت او را بلند برداشتن لازم است. اگر خودی جناب عالی یگان منیفست برآورده به ما اندکی امکانیت میدادند که در نشر معارف جندله کنیم، کارها درست شده میرفت. میدانید ما یاش بخارا هیچگاه از یک گریبان سر برآورده نمیتوانیم. مقصدی همدیگر را نمیدانیم. کورکورانه عمل میکنیم. در طوافی شم میگفت این سخن پروانه سوختم زین آشیان ای خوشا بیگانه.
این مصرع‌ها به حال ما موافق می آید. خواه ناخواه از دست ظلم و جبر برای خلاص شدن به ما باید از بیرون یاری شود. این یاری را بغیر از روس‌ها دیگر کس داده نمی تواند. روس‌ها چنان آدم‌های عجایب، آدم‌های پرزور و مقتدر دارند که امروز نیپگاه لجام کار را به دست خود میگیرند و محض همانها ما را از جبر و ظلم خلاص کرده می توانند. شما افندم ترکیه میگویید. ترکیه خودش به یاری محتاج است. خودش لرزیده ایستاده است. وی به ما یاری داده نمی تواند و یاری او بیغرضانه نمی شود. از این گپ شما زیق شدید خواهر؟ من زیق نشدم. از این خیلی صحبت غلطی نخواد که کس زیق شود. من دیده ایستادم که در دل شما غم و غصه خلق، شماها درباره زندگی، خاناندن و باسواد نمودن مردم فکر میکنید، اما کار و بار زنهای بخارا بچه روزخوار و کلفت. لجام زندگی در دست مردها، سیاست و حکومت داره هم از آن آنها، جنگ و ماجراهایش هم. اینطور نگویید خواهر جان. بی خبر و مظلومه شده ماندن زنهای بخارا هم از مرد خواست. کوشش یاش بخاریان یک درجه برای آزادی زنها هم هست. ما می‌خواهیم که برای دخترها مکتب‌ها گشاده شود و آنها را خواننده ملا کنیم. برای پیشروی نسل آینده پیش از همه دانشمند و مدنی بودن مادران شرط است. ما یاش بخاری ها از شما خواهش داشتیم که تا ممکن است درباره ما و کارهای ما فکر و اندیشه مردم و کلانشوندگان را به واسطه زنانشان و نزدیکانشان فهمیده خبر دید، خصوصا درباره کارهای مکتب و نشر معارف. آنها چه میگویند؟ من خدمتگار شما و خدمتگار پدر شما هستم. نیکی های خاندان شما را هیچ فراموش نمی کنم و هر چی امر کنید به جان اجرا می کنم. از نوروز سر کرده در بخارا سیرها، ایدگردیها سر شده می رود. بسیارترین این سیرها البته در سر یگان مزار، در یگان زیارتگاه می شود. سیر چشمه ایوب هم که اساساً زنانه بود، در سر مزار چشمه ایوب در قریبی های گرخانه و تربت اسماعیل سامانی، در بالای قبرستانی وسیع که اطرافش با دیوار احاطه و در بین گذرهای طرف شرقی شمالی بخارا بود واقع می شد. سیر چشمه ایوب یکی از سیرهای کلان زنانه بوده. زنهای بخارا در آنجا جمع می شدند و اندکی باشد هم از هوای کشاد بهره‌ور شده در بالای پشته ها رقص و بازی و خرسندی می کردند. محرم غرج بنابر وعده که به دوست خود مغفرت داده بود به سیرگاه آمد. وی به سیرگاه نزدیک شده بود که مرد سله سفید او را جیغ زد. محرم بی اختیار رویش را پوشیده گفت: ایوه در اینجا مردک چیکار میکند؟ شما کیستید؟ ایوه آن نشناختی؟ من مولازاده خودتان کو؟ آستینتان را فراورده درست‌تر نگاه کنید. ها ایشان جان خودمان کو. در اینجا استادنتان خوب نی. مردم دیدمانند نغز نمی شود. بیایید و پس آن درخت رفته گم میزنیم. من از خدا و از جمله اولیای و انبیاء میخواستم که شما را رسانند. خیلیت که دعایم مستجاب شد. حاضر شما به من
از هر چه هم ضرورتر شده ماندید. به دردم بغیر از شما کسی دیگر دوا کرده نمیتواند. باش چی درد؟ فهمیدم که امروز مغفرت جان به این سیرگاه قدم مبارکشان را گذاشتند. من هم طاقت نکرده آمدم که هیچ نباشد از دور یک بینم. از دور دیدم و اشتیاقم زیاد شد، لیکن جیغ زده نتوانسته ایستاده بودم. خودش وعده داده بود؟ نه، در بین ما اندک گپ گریخته بود. از دوست شد یا از دشمن؟ نپرسید، برای آشتی شدن آمدم. این کار بی واسطه شما هیچ علاج ندارد. میلش، من در میان شما میان جگری میکنم، آشتی میدیم. اما به من چی میشود؟ با شما هر چی گویید. خودتان میدانید که من در این راه چیزم را دریغ نمیدارم. به من پول چیز در کار نیه، من محتاج نیستم. ایشان جان یکی از پسران ارکه قاضی کلان بود. اکثر وقت در صحبت پدرش می نشست. بنابر آن محرم غرچ خواست که سپارشات جدیدها را قسماً از همین مرد عیار پرسیده گیرد. من از شما یک دو چیز پرسم. اگر راستش را گفته دل من خاطر جمع کنید، خدمت از من رسد. مرحمت، هر چی میخواهید پرسیدن گیرید. همین خبرهای هر خیل الغا و دلغاها به جان من رسیدگی. خوش. ایشان جان، هر روز خبرهای خوفناک و دل سیاه میشدگی میشنوم. یگان آدمی با اعتماد نیست که حقیقتش را از وی فهمیده خاطر جمع شوم. حاضر شما را دیدم و گفتم که از ایشان جانی خوردی داناتر و با خبرتر کسی نیست. بیا از همین کس پرسیده گیرم. گفتم مرحمت، هر چیزی که میدانم از شما پنهان نمیماند. امروزها کف شیر دهانی همه جدید شده مانده است. جدید بس نبود که اکنون مکتبی اصول جدید گفتنی چیز برآمده است. این خودش چه مکتب؟ برای چی به بالای وی اینقدر غوغای و گپ بچه شده گشته است؟ من نمیفهمم ایشان جان. این جدیدهای بیدین میخواهند که مکتبهای مسلمانی را بسته مکتبهای اصولی جدیدی کشایند. حاضر در بخارا یک چند انا همین خیل مکتبهای جدیدی کار کرده ایستاده است. لیکن این بسیار دوام نمی کند. پگه فردا همیکش بسته می شود و مکتبدارها از شهر بدرقه کرده می شوند. بی هم تو گوید؟ نه، باور نمی کنم. شما خودی با جناب عالی صحبت کردی بر این گم میزنید. شما عجب آدمی ساده دیه. برای دانستن این گپ با امیر صحبت کردن شرط نه؟ حاضر لجام همه این کارها به دستی قبلگاه ما می باشه. نخواه. امروزها قاضی خانه از ارک امیر هم زیادتر شدگی. حتی کلانی کنسول خانه عروسی شلگ آمده مصلحت پرسیده مصلحت داده می رود. انا همین شلگ گفت که مکتب های جدیدی را بندانید، مکتب دارها را از شهر بدرقه کنید. ما به طرف شما می ایستیم. قبلگاهی هم وعده دادند. خیر کنی؟ وعدهشان را اجرا نکردند کو؟ این قشبگی اندیشه کرده ایستاده است. بعد امکم در قراکل همین خیلی مکتب شده است. امکتون؟ جناب صدور؟ لیکن
قبلگاهی به قراکل آدمی نزدیکشان را فرستاده مکتب آنجا را میبندانند و معلم را حی میکنند. انا بعد به مکتب های اینجا دست میزنند. همه گپ شما میدانستید و من گرم شده گشتیم. شما گزیته بخارای شریف را دیدید؟ من کیو گزیت خانی؟ این گزیته را جدیدها در کاغان چاپ میکنند. شلگا گفت که عمر این گزیته هم دل نمیکشد، چون که این گزیته هم آهسته آهسته فکر مردم را به ویرانی برده ایستاده است. عجب زمان ها شد. به همین گزیت، به همین مکتب، به همین جدید ها هم همین قدر عمر ما گذشت که به ما هیچ چیز نشد. توبه. خیر باز چه خدمت باز؟ دیگر خدمت نیست. من حاضر رفته مغفرت خان را به اینجا میفرستانم. یشان جان اینجا به سیرگاه با زن و دختر ادرسباف فیروزه هم آمده بود. از آن جایی که محرم غرچ و ایشانجان استاده بودند و بعد مغفرت آمده با ایشانجان صحبت کرد، کمی دورتر در نزد دیوار مزار دو دلداده با هم واخورده بودند. یکی از آنها جوانی گندمگون و ستارگر می بود که از پس دیوار به طرف درون مزار اندک خم شده ایستاده با محبوبش صحبت می کرد. دیگرش دختری ادرسباف بوده در این سوی دیوار بر روی صفچه سغانه ایستاده با جوان صحبت داشت. عشق ورزی آنها مثل خودشان ساده، پاک و بیغش بود. آنها مثل یک جفت کبوتران معصوم و بیگناه از این واخوری همدیگر بسا ممنون بودند. من دینه با بهانه به طور شبگاه جامشوی پهن کردن به بالای پام برآمدم. شما در کارخانه‌تان نبودید؟ استاکار مرا با بازار فرستاده بود. من از زرگری به تو یک چیز خریدم. انا حلقه. چطور؟ میزیبد؟ خودی پری برین شدی. به حلقه چی؟ به حلقه هم از تو خوشروتر کسی نیست. ناگاه از پس قبرهای طرف دیوار مغفرت پیدا شده ماند و به صحبت شیرین آن دو دلداده خلل رساند. ها خودش چی گپ؟ ای بو شرم نیمی، این جای پاکان برای شما جوان مرگ ها جای عشق بازمی ها؟ جوان از خجالت و شرم و هیجان از جای استادش دور شد. دختر خواست که گریخته رود، لیکن مغفرت او را نگاه داشت. ایستا تو به نظرم شناس می نمایی. تو دختری ادرسباف همسایه خدمتگار من فیروزه نیستی؟ خیر باشم چی؟
او چشمانت آب شده به زمین ریزد. چشمان خودت آب شده ریزند. چی گفته ایستادی؟ من حاضر. دخترک به طرف سیرگاه دوید، اما مغفرت از قفایش رسیده از میله موی او داشته گرفت. دختر از غایت درد چرا زد و با هر دو دستش به مویش چسبید. سرده چیر زدن دختر را شنیده زنهای دیگر به سوی آنها دویدند. از بین آنها فیروزه پیشتر رسیده آمد و با یک ضرب سخت مغفرت را غلطاند. به بالاکاری خم شده دشمنش را خوب مشتکاری و لگدکاری کرد. وقتی که دیگر زنها به آنها رسیدند، مغفرت هم از جا برخاسته مثل گربه شنغو به فیروزه چسبیدنی شد، اما زورش نرسید. دستان پرزور فیروزه چنگالهای مغفرت را قطع کرده او را باز بر روی خاک لحد فرو نشاندند. پدر لعنت چوری زنی افلاس، چه گفته طرف این تیرانچه کاتا باز را میگیری؟ ها؟ آن زمانهای مشزوری و خونخواریتون گذشته رفت. غفه بندی زهرین. ما هم جان داریم، ما هم زده میتوانیم. تو بیناموس اول به خودت نگاه کنو، بعد به دیگران عیب من. خودی حاضر که در پسی درخت با مردکی سله سفید در افتاده ایستادگی کی بود؟ مگر تو نبودی؟ نامعقول کردی چوری زن. محرم غرچ دید که جنجال کلان شده ایستاده است و عاقبت کار بد شدنش ممکن. با این خیل زنهای عوام برابر نشوید گویان مغفرت را با 2-3 نفر دوگانه های خودش به دیگر سو گرفته رفت و خودش دایره نواخته همه را به بازی در آورد. پس از کمی وقت عصا به خانه مهمان آمد گویان فیروزه را با خود گرفته برد. در خانه آنها امروز در حقیقت مهمان عزیز می نشست که آن حیدرقل بود. فیروزه از در آمده اول او را نشناخت، چون که حیدرقل مانند پرسیان ها لباس پوشیده موی لبچه مانده بود. فیروزه جان، دخترم. اکای حیدرقل. آرام شو دخترم، الان باز هم دیگر را دیدیم. آرام شو، آرام شو. نخواد که تو همون فیروزه جانی خردکک باشی. توبه، کلان شده مانده ای. گوزن کنی؟ احوالت چطور؟ زندگی و کارت؟ احوالم بد نی. شمعی خانه توت جانم را تا به امروز در گرانده گشتیم. کنی شما گپ زنید؟ ما هر وقت خطای شما را گرفته می استادیم. رحمت به شما، از همان جا هم ما را یاد کردید، حتی پول هم فرستادید. آوازی دروازه کوبی را شنیده عصا به بیرون برآمد و به زودی برنگشت. از این حال خواطر کشیده فیروزه هم برآمد. نهایت زن و شوهر خیلی غمگین برگشتند. چی گپ؟ کی آمده است؟ از حولی این آدم آمده است. گپ های بیمزه. خیر کنی؟ از تمام مرحمت. هر سی گپ نزده تمام میخوردند. من چای دم کرده بیارم؟ پس از برآمدن فیروزه حیدرقل پرسید. چی گپ شد که اینقدر خفه شده ماندیتان؟ گپی حولی. این حولی خودتا میدانید کو بزنی خوردی بای میراث افتادگی تعمیر شکست و ریختش را به گردن ما زده شنانده مانده بودند. اکنون آمده است که زود خالی کنیم. به مغفرت آییم ضرور بوده است. فیروزه چی گفت؟ چی هم میگفت؟ گفت که رفته با آیمتان گوید که حولیشان بسترشان فرو رود، خودی پگاه خالی میکنیم. اکنون نمیدانم این حولی را خالی کرده با کجا میرفته باشیم.
این خبر را شنیده حیدرقل به فکر فرو رفت. فیروزه با چاینک چای در آمده از وضعیت روی داده در حال پی برد. البته خبر حولی را گفته امکم را خفه کرده گستید دیه. هیچ گپ نی. این خیل جنجال مغفرت یک روز دو روز نی. این نصیب باشد با مرگی وی به آخر میرسد. خفه نشوید امک جان، در کوچه نمیمانیم. راست گفتی دخترم. تا به آن دمی که در دنیا این مفتخوران زندگی دارند ما یگان لقمه بیغی لغش خورده نمیتوانیم. مردم روسیه چنان به تنگ آمده و چنان به انقلاب حاضر شدند که نهایت ندارد. امروز نه پگاه پادشاه را از سر خود دفع می کنند، بعد از آن نوبت به امیر و حاکمان ما هم می رسد. لیکن امیر خوشی به خوشی برآمده نمی رود. او را بازوری دست از تخت گرفته پرتوفتن لازم. در کاغان تشکیلات کارگری کمونیستان به شیوی کار می کند. در بخارا هم آدم های آن تشکیلات هست. آدم های بسیار خوب با عقل و خلق پرور هستند که به فایده انقلاب کار می کنند. اسا جان، من آمدم که در همین باره به شما خبر دهم. شما باید به این تشکیلات یاری رسانید. سپارش های آن را بجا بیارید تا که در راه انقلاب شما هم بی‌واسطه کار کردگی شوید. کاش که همین طور شود. ما از دل و جان به شما یاری میرسانیم و هر چی فرمایید اجرا میکنیم. خیر، گپ همین. خیر، اگر شما راضی باشید من مصلحت کرده برای شما هم کارهای مناسب یافته میارم. حرکت کرده خلق را به اتفاق شدن دعوت میکنیم. اتفاق میکنیم انا بعد به ما زوری هیچ کس نمیرسد. میلش، اما من خودی همین روز به نزد آی مولا میروم. از سر بالاخانه آن کس بیکار استاده است. ما کوچیدنی شویم البته راضی میشوند. خودی همان بیگاه فیروزه به حولی آیمولای تنبور رفت. آیمولای تنبور اکنون در خانهش مکتبداری نمی کرد. چند سال پیش محرم غرچ او را به ارک به بزم برده سرود خواننده بود. آیمولای تنبور به پاشابیبی خیلی معقول افتاد و او را در نزد خود نگاه داشت. همه خط و خبر و نویسانویس پاشابیبی را آیمولا اجرا می کردگی شد. غیر از این به شاهزاده خانم ها سبق می داد و فقط شبانه به خانه خود بر می گشت. روزی دراز شوهر آیمولا در حولی بیکس تنها می نشست. برای همین هم به کوچیده آمدن فیروزه اینا از دل و جان راضی شدند. آیمولا با مصلحت حیدرقل فیروزه را در ارک به کار آبکشانی تعیین کنند. چون که این کار برای اجرای سپارشات حیدرقل خیلی موافق بود. فیروزه از همه نویگری هایی که در ارک روی میداد خبردار شده می توانست حیدرقل را از آن آگاه کند. آنها به حولی آیمولای تنبور کوچیده آمدند و فیروزه با همراهی آیمولا به ارک رفت. وی در آنجا از بین کنیزک ها زود به خود دوگانه ها و هم فکران خود را یافت. با آنها دوستی پیدا کرد. سالهای آخر بایها، عملدارها و حکومتداران بخارا در اطراف شهر برای خود چارباغ‌های زیبا و خوش‌طرح بسیار ترتیب داده بودند که مثلش در سابق نشده بود. زمانبیک هم در بیرون دروازه سمرقند یک چارباغی داشت که از پدرش میراث رسیده ولی آن را بعد خودش باز وسیع‌تر و زیباتر کنانده بود. امروز به سیر باغ مشرفه دوستان خود مغفرت و محرم غرچ را تکلیف کرده بود. محرم غرچ با مغفرت دست به دست گرفته در رسته چارباغ سیر می کردند. آنها از زمانه طالع و بخت نامسعود خود شکایت می کردند. گاه مغفرت به محرم غرچ تسلی داده می گفت که او بیدرک از پیری خود شکایت می کند. حالا در وی قوت و غیرت 10 مرد دیده می شود.
گاه محرمی غرج به مغفرت تسلا داده می گفت که دوست و غمخوار وی می باشد. بله محرمی غرج ما انا همین طور زن هرخیله و نامفهوم بود. یک قسم آدم ها او را بد اخلاق، قسم دیگرشان آدمی کارچلان می دانستند. یک قسم مردم او را طرفدار جدید ها می گفتند. باز مردمانی هم بودند که به وی باوری نداشتند. او را خیانتکار، خبرکش، واقع نویس و فتنگر می دانستند. چنانچه زمانبک عیار هم به او با شبهه نظر می کرد و اگر کار فرماید هم از قفایش نظارت می کرد. زنها برای طعامخوری به خانه در آمدند. دسترخوان پرتافته شد و تمام ناز و نعمت ضیافت مهیا گردید. در چاینک های مخصوص می آورده شد. در اثنای صحبت گپ درباره شوهر مشرفه زمانبک رفت. بگی جان شما دستارم خاصه بودگی نه؟ نباشد چی؟ هفته 7 روز در خدمت. محرمی غرج یک باره به خاطر آورد که درباره جدیدها فکر امیر و درباریان را از زمانبک خوبتر هیچ کس نمی داند. بنابراین به همین مقصد گپ گفته از مشرفه فکر شوهرش را فهمیدنی شد. این وقتها در پیش امیر کار بسیار بودگی است، خصوصا زمانبک که محرم خاص امیر است. البته به خانه آمدن وقت ندارند. آن کس آدمی غلطی، همه در راحت و کیف و صفا، لیکن آن کس کیم چه را فکر کرده میگردد. البته کاری جدید ها بودگی است. کاری جدید ها بوسد. این وقتها در خواب شبشان هم جدید ها را میدیدگی شدگی. ها چی جدید ها را اینقدر فکر میکنن؟ ماندن گیرت آیم بیکا جان. شب و روز از دهانشان گپی جدید ها نمی افتد. چی ها میگویند؟ جناب عالی از جدید ها به خف افتادند. نخود به این کس فرمان دادند که از کردار جدید ها با خبر شوند، نمانند که آنها یگان فتنه بردارند. بنابر آن زمانبک همه آدمهایشان را از پس جدید ها مانده در پی زیر کرده گرفتن آنها هستند. هم تو گویده وای استید که آنها را چی گفته زیر کرده میگیرند؟ آخر آن هم مسلمان که مسلمانی گر. اگر مسلمان باشند به کاغان رفته در زیرآباد عروس حاقت صحبت و مشورت میکنند. چخیر؟ زمان بکتان گفتند که همین هفته در قشلاق زیرآباد کاغان یک جمع آمدی جدید ها میشده است. البته در آنجا عروس ها هم میشوند. اینها همان روز را پایده ایستاده میخواهند که رفته غپی در سر کارشان دستگیر کنند. بلای زمان بیکی این خبر و معلومات را از کجا فهمیدی گرفته باشد؟ جای جمع آمدی آنها در کجا و کی شدنش را فهمیدن آسانه. البته بلای از خودی جدید ها هم این کس آدم دارن. زمان بیک شیطان برای شی کار دست زده است. استید که جدید ها را کی زیر کرده می گرفته باشند؟ در وقت آوردنشان یک تماشا می شدگیست. روز یک شنبه، روز ایدی عروس ها، این کس یک روز پیش یا چند ساعت پیش رفته شدنی. یا خودشون؟ نه، شیر بچه ها قطی. در این دم کیوانی کاسه های اگرا را گرفته آورد و دوگانه ها باز یک قدحی نوشیده به اگراخوری مشغول شدند. بیگاهی وقت غروب آفتاب زمانبک با محرمش اسب سوار آمد و دوگانه ها را در خانه خوابیده یافت. مشرفه! این آواز را شنیده مشرفه برآمد. کدام آدم به چارباغ آمده در وقت عصر خواب کرده است؟ چی؟
در شهر برای خوابیدن جایت نبود؟ گشته مانده شدیم و پس از خوراک هر سهمون هم خوابیده ماندیم. خوش، به شما چی شد؟ این وقت آمده مانده؟ از تو دیلم خوف برد. شنیدم که محرم غرچ هم آمده است. رشکم آمد. از چی وای رشک میکنید؟ اکنون زنها با زنخوشینان هم شما مردها رشک میکردگی شده تا نه؟ چخیل زن بودن محرم غرچ را میدانیم. از وی دورتر بودن نقص. انا همین دوگانه بازی نکن، مهمانگردی نکن، با آدم ها رفت آمد نکن. تنها خودت در خانه تاریک ششته عمرت خزان کن. میلش من قبول میکنم. شما هم من هفته ها پرتافته نروید ده. بعضی کارها تمام شوند بعد هر روز در خانه می شوم. بعد از نیم ساعت زمانبیگ با زنش به شهر برگشتند. روز دیگر محرم غرچ به نزد کمال الدین مختوم رفته گپ‌های فهمیده‌اش را گفته داد. اما بدی کار در این بود که محرم نوی کمال الدین ملا شراف از آدم‌های زمانبیگ بوده به جای خدمت حلال خائنی می‌کرد. او هر کسی را که به نزد کمال الدین می آمد و هر گپی را که در آنجا گفته می شد به خوجین‌های خود می رسانید. انا این دفعه هم وقتی که وی با بهانه در نزد تریزه ایستاده به گپ‌های آنها گوش می انداخت، عصای با مشک آب در آمده را دیده از نزد تریزه دور شد. ارک بخارا فیروزه مشک در کتف آهسته آهسته از قفای دخترها رفته ایستاده بود که از پسش شرفه پای را شنیده به قفا نگریست. از نزد او محرم غرچ می گذشت. آیم بیکه نظرتون نگرفته گذشته رفته ایستاده ایده؟ ایوی فیروزه جون کسب نو مبارک. از کی باز؟ از بازی که آیمی غفبند ما را از حوله خودشان پیش کردند و دختر اوگه آن کس مشرف خان از حوله خودشان. آخر من خدمت او را می کردم. خیر ضرر ندارد. من تو را دیدنی بودم دخترم. گپی مهم دارم. زمان بیگ مقصد دارد که روز یک شنبه در زیرباد جمعیت جدید ها را زیر کرده گرد. از روی شنیدم گویا مغفرت گفته باشد که عصا هم به جمعیت همراه بوده است. دخترم به شوهرت گوی که پگاه روز یک شنبه به هیچ جا نرود. به کارتان هوشیار باشیدان. من گمان ندارم که شوهر بیچاره تو به جدید تا همراه باشد، اما به هر حال گفته ماندم. جان دخترم این سر را از دهانت نبرار. جانی خودت جانی مرا به خطر نانداز دختر جانم. جدید ها در زیر باد چی کار میکنند؟ در همان جا با عروس ها مصلحت کردنی بودند، لیکن به هیچ کس نلقی. زمانه ها ناباب شدگی. خیر من رفتم، کارم ضرور. خیر دخترم، خیر سلامت باش. محرم غرچ زود به سوی ارده خاصه رفت. فیروزه از خبر شنیدهش یک درجه به هیجان آمده از دل گذراند. در کاگان و در زیرآباد حیدر قل امکم اینا کم چخیل یک جمعیتی دارند. معلوم می شود که زمان بیگ از این جمعیت و روز ساعت جمع آمد آنها خبر یافته است که میخواهد آنها را زیر کرده گیرد. این خبر را زود به کاگان به حیدر قل رساندن لازم. اما چطور؟ به واسطه عصا دیگر چاره نیست. بیگاهی فیروزه از هر وقت پیشتر به خانه اش رفت. عصا در خانه بود. خیریت آمدی. از انتظار کوکی چشمم کند. من امروز از هر روزه بر وقتر آمدم کو. فیروزه از پهلوی عصا نشست و
حکایتی از محرم غرچ شنیدهش را مفصل نقل کرد و اضافه نمود. من نمیدانم برای چی تو رو هم به قطار جدیدها در آورده در زیر باد داشته گرفتن میخواهند؟ این کاری مغفرت. این زن افلاس خواست که من با بهانه آبکشانی به نزد او رفت آمد کنم، لیکن من راضی نشدم. آن اکنون میخواهد از من قصاص گیرد. اما درباره جمع آمد جدیدها از کی فهمیده باشد؟ معلوم که از بین جدیدها یگان کس این خبر را به زمان بیگ رسانده است. چی؟ حقیقتا هم جمع آمد می شود؟ ها، حیدرقل امکم گفته بودند که من پگاه کمال الدین مخدوم و باز یک چند کسی دیگر را به آنجا گرفته برم. با آنها خبر دادن لازم. راست میگویی. نباشد من دروازه محکم نشده تیزتر روم. احتیاط شو. خاطر جمع باش، خاطر جمع باش. وقتی که عصا به دروازه شهر رسید، دروازه الکی محکم بود. به او لازم آمد که به واسطه شهر رود از تگ امارتها به بیرون شهر براید. به بختش پایزد آخرین هنوز نرفته بود و امان نوبتداری میکرد. به پرواز سوار شده به کاغان آمد و راست به نزد حیدرقل رفت. سمیرنو و عمرجان هم با حیدرقل صحبت کرده می نشستند. خبری عصا آورده را شنیده سمیرنوف گفت: به همه جدیدها باور کرده نمی شود. هرچی باشد هم منفعت آنها با منفعت کارگران و دیقانان، با منفعت خلق مهنتکش برابر نمی آید. امیر که از گله آنها گرفته بوقی کرده است و به سودای و تجارت آنها درست راه نمی دهد، مجبور شده داد و فریاد می کنند و به مقابل امیر می برایند. اگر امیر با آنها اندکی گذشت کند، بسیاری جدیدها از انقلاب رو می گردانند. لیکن در بین آنها آدمان درست غمخوار مهنت کشان هم هستند لیکن کم. عموما با آنها احتیاط شده رفتار کردن لازم. حالا تکلیف من همین که پگاه سحر حیدرقل به بخارا رفته، یا که بهترش با واسطه عصا اکا مخدوم را به اینجا جیغ زده مسئله را به او فهمانند و گویند که آن کس پس از این بی مسئولیت ما آدم خبر نکنند. فهمیدی؟ درست. در اینجا از من هم خطا گذشت. من میبایست وکیل های از شهر می آمدگی را خودم سنجیده می دیدم، اما من به اکا مخصوم باور کردم. اکا مخصوم تجربه کار ندارد، به جدیدها باور میکند. حرکت انقلاب خلق زور شده ایستاده است. در عقابها سالدتها اتفاق بسته طلب کرده ایستادند که جنگ بس کرده شود. کارگرها و دیقانها شورش میکنند. تاج تخت رمانوف ها بلرزه آمده است. تخت امیر عالم خان هم که به زینه پایانی امپیری چسبیده گرفته است، به افتادن نزدیک رسیده است. این را جناب عالی و اطرافیانش نقص حس میکنند. ساعت و دقیقه های مهمی پرشدت نزدیک شده ایستاده است. نباشد من خودم پگاه به شهر می روم، چون که زمان بیگ با همه آدمانش پگاه از اول روز در کاغان وزیرآباد می شوند. به اینجا آمده گشتن اکا مخدوم خوب نی. در بخارا هم همه قاعده های احتیاطکاری را بجا آوردن لازم. فهمیدید؟ آدمانی زمان بیگ در خودی بخارا در نزد حولی اکا مخدوم هم ایستاده می توانند. می فهمید؟ این گپ هم راست. احتیاط شرط است. جمع آمد معین کرده شده بر پا نگشت. با این ریجه به دست افتاندن جدیدها ویران شد. زمانبیگ گمان کرد که سر دستگیر کردن جدیدها را گویا مغفرت به آنها گفته باشد. بنابراین به شوهر او ایناق شکایت کرد. خود ایناق هم از زنش دایم شبهه می کرد. برای همین روزی به مغفرت زهر داده کشت. میخورم خونی دلو صد ناله نشان میکنم باده نوشد هر کجا آن شوخ به چند
باز همان چارباغی زمانبک. در خانه مشرفه با محرم غرچ می نوش کرده می نشستند. کنی مرحمت کنی خودتانم گریم. توبه، دنیا عجب بی وفا بوده است. 2 ماه پیش از این در خود همین جا بیچاره مغفرت آیه کم نشسته بوده، اما حالا در زیر خاک جوان مرگ شد. لیکن 1 درجه عیب در خودش هم بود. میگویند که جنجالی زنوشو به بالای احسانم 1 مشکاب شده است. ایناک از وی رشک کرده است. اسراری جدید قبی را هم به گمان من همان مغفرت آیم به اصا گفته به گوش جدید ها رساندگی. نباشد من به غیر شما و آیم به دیگر کس در این خصوص یکان گپ نزدیم. شما به این خیل کارها ارلش هم نمی شوید. به من چی؟ بعد همان واقعه مرده که من چنان من عذاب دادن که ماندن گرید. آیجا زمانه پر از فتنه و شر شده است. جدید ها گریخته رفتند. باقی مانده هایشان را آدمان میر شب خوشبیگی همراه مردکی شما کافتکاو کرده گشتند. نخواد مانید این گپ ها را. کنی شراب ریزید 4 تا کیف کنیم. رای سلامتی شما می نوشیم. راست گفته دای جان می نوشیم، کیف می کنیم. 1 بار در دهلیز گشاده شده زمانبک در آمده می آید و با غضب می گوید ولد زیناها به دستم افتادید. در برابر شنیدن این آواز و دیدن حالت وحشیانه زمانبک مشرفه به طرف چارباغ گریخت، لیکن محرم غرچ از جایش نمی جنبید. لقب ولد زناگی به اولاد عبدالرحمن بک خوش شده ماندگی گردم. بگی جان ما چیکار کردیم و چیکاره ایم که به دست تو افتاده باشیم؟ از این جواب و از این معامله ناترسانه زمانبک حیران و گرنگ شده ماند. از وی حتی دزدهای کلبور می ترسیدند، اما این زنک بی پروا نشسته حتی به وی گپی سخت می زند. ها گپ زن، چی نگاه کرده ماندی؟ برای من ماه دیدی مگر؟ زمانبک با شنیدن این سخنان تحقیرآمیز خود را داشته نتوانسته حقارت داد. به دهانم نگاه کرده گپ زن. من هم آنه و صغیر و کبیرت را آباد کرده حقارت داده می توانم، لیکن اینجا سر دسترخوان جای جنجال نی و هیچ واقع هم نشده است. خودت را به گناه کرده نشان دادنت فایده ندارد. یلمخوس کی بودن و با چی رسوایی مشغول شده گشتنی تو را من نقص میدانم. همه مانده بود که اکنون زنی مرا از راه ببران. زنی تو مرا از راه برآورده باشد چی؟ بس کن بهتر که پیش درآیو به کناهای زندان رفته درد دل کن. من از زندان میکردگی هنوز از مادر زایده نشده از بچه.
بهتر که خودت از اینجا زودتر خرت را حی کن، نباشد مردم را جغ زده رسوات میکشم. چی بودن و با چی کارها مشغول شده گشتنی تو را و اکه های خرد و کلانت را یک به یک نام برده میتوانم. من میدانم که تا از پس چی رسوایی به این منصب رسیدگی دایو حالت را پش رزیلا آواز رزیل را میشنوم. زمانبک تپانچه را به تخت پشت زنک راست کرده کلنگ را زیر کرد. وقتا که دودی کبوتچه رنگ از پیش نظر وی دور شد، دید که محرم غرج چپه شده پشتناک افتاده است. چشمان پرغضب و آتشبار او که در آنها آثار مرگ نمودار شده بود بر روی زمانبک دوخته شده مثل پرمه او را سوراخ می کردند. الهی مثل من به خودت غرق شوی. این سخنها زمانبک را به دهشت آوردند و او گویا از دم میلتق میگریخته باشد از خانه تاخته برآمد. همین طور یکی از زنهای مرد صفت به طور خودش عجایب، سرکش و نامفهوم که در آن ایام تیره در بین مردم بخارا هم از جهت دلیری و ناترسی، هم از جهت کاردانی، کارچلانی و داد و معامله با مرد و زن از یک طرف، هم از جهت بداخلاقی، خبرکشی، واقع نویسی، دلگی به امیر و اطرافیان وی، هم از جهت به جدیدها با تازه فکرها همراه بودنش از طرف دیگر آوازه برآورده بود. انا همین طور از تیر تپانچه منصبداری امیر عالم خان عمر خود را، حیات و فعالیت خود را به آخر رسانید. سالهای 1918 19 مشکل ترین و فاجعه ترین سالها برای مردم بخارا بود. خون خلق مظلوم به حد ریخته شد. مردم بخارا به فغان آمدند. در کوچه ها مرگ و اجل چپ و راست می گشتند. غم و اندوه و ماتم در همه جا خانه مانده بود. میرزا بیدیل گویا که آن فاجعه ها را پیشگویی کرده باشد نوشته بود: صورتی عدل خسروان این است، ظلم در عالمی غرض دین است. عاجزان را دهند غوطه به خون، تا شود خلعت هوس گلگون. چون طمع تیغ برکشد ز غلاف، نیست آنجا شهید جز انصاف. عدل از این رنگ تخم رأفت کاشت، وای اگر ظلم تیغ می برداشت. بله، در بخارا آن دم حقیقتا ظلم تیغ برداشته بود. پس از شکست خوردن کالیسف عکس الحرکت رونق یافت. امیر قشبگی و قاضی کلان با مصلحت نمایندگان حکومت پادشاهی روس که از حکومت سویتی گریخته به امیر بخارا پناه برده بودند، به مقابل هر جنبش و حرکت، به مقابل آزادی خواهی مبارزه سر کردند. همه فرمانها، همه اصلاحات را پاره پاره کرده با نام جدید هر کرا که مانع رذالتشان میشد کشتن گرفتند. بخارا به کششخانه مانند شد که در آن بجای قصاب جلادها کار میکردند. جدید نام نماند. حتی آنهایی که در وقتش به جدیدها یک پیاله چای داده بودند کشته و محبوس گردیدند.
قسم کلان جدیدها گریخته به سمرقند و تاشکند رفتند. اما بلشویک ها، نمایندگان خلق مهنتکش و انقلابچیان حقیقی که در راه آزادی خلق ستم دیده جانبازی میکردند، از این دو تاز عکس الحرکت، از این دغدغه دربار امیر و ملاهای جاهل نترسیدند، به قفا نگشتند و از خلق دور نشدند. در مشکل ترین ایام زندگی مردم مهنتکش بخارا بلشویک ها با خلق بودند. در کاگان حکومت سویتی برقرار گردید. وقتی که حکومتداران بخارا با جدیدکشی آواره بودند، بلشویک ها به هجوم آخرین تیاری می دیدند. در ارک کمچخل ناآرامی حس کرده می شد. مصلحتگویان انگلیس و سابق منصبداران روس امیر و قشبیگ را آگاه می کردند که به جنگ تیار شوند، بسیارتر اسلحه خریده گیرند. بعضی از جانسپاران امیر مصلحت دادند که قسمی از خزینه را از بخارا بیرون کنند. می ترسیدند که مالهای خزینه که از عرق جبین و خون دل مردم مهنتی لبریز شده بود، بازگشته به دست صاحبان حقیقی خود بر نگردد. شب همه در خواب شیرین، اما هم در شهر و هم در اطراف وی کسانی بودند که آن شب خواب نکردند. با هیجان و سراسیمگی مشغول کارهایی بودند که می بایست روزی آینده را تغییر میداد. همان شب در عرابه های بالا پشتدار با مشایعت سربازان ملتقدار تنگه و طلا، الماس و یاقوت و زبرجد می بردند. اما در کاگان لشکری انقلاب به مبارزه قتال تیاری می دید. جوانان انقلابی آماده می شدند که از آسمان این شهر قدیمه و مشهور شرق زمین ظلمت، فلاکت و نحسیت را گرفته برتایند. آن شب سمیرنوف، عمرجان، حیدرقل و امان هم نخوابیدند. کمیته پارتی کمونیستی دپای کاگان به زد و خورد تیاری میدید. در مطبعه کاگان به مردم مهنتکش بخارا مراجعت نامه ها، ورقه های انقلابی، شعارها چاپ کرده به ایرادرام می بردند. خلق بخارا به سر کردن شورش آماده بودند. در همین تردد و تکاپو شب گذشت و سحر شد. هنوز شعله آفتاب از پس افق نمودار نگشته بود که گلدراس توپ‌های لشکر انقلاب اهل بخارا را بیدار کرد. آدمان امیر سراسیمه شده ماندند. آنها به بالای قلعه و دروازه های شهر توپ و اسلحه برآورده به خود مدافع کنی گذشتند. سر شد. من دیر نشده زود به ارک روم. به دخترها مصلحت دهم که دیگر به فریب و پوپسه بیبی ها نفرایند. فیروزه جان نرو، ارک را به دمی توپ گیرن همه نابود می شوند. من غم جان خود را خورده به خون آنها ضامن شوم؟ هرگز نه. فیروزه فرنجی بر سر گرفته تازام به طرف ارک رفت. وقتی که وی به اونجا رسید، الکی بعضی ارده ها از تیر توپ ضرر دیده بودند. با فرمان قشبیگی همه اهل حرم به ته خانه ها در آمده رد شدند. روز سیوم جنگ بسیاری امارت‌های بالای ارک امیر و ریگستان بمباران شده سوختار به عمل آمده بود. اما برای خاموش کردن آنها نه آدم بود و نه آب یافت میشد. بتهخانه‌ای که در آنجا همه کنیزان و در بین آنها فیروزه هم بود
دسترخوانچی با همراهی یک حیوانی در آمد و با آواز بلند گفت: دخترها پاشا بیبی و اویم ها قرار کردن که از ارک فرامده به بیرونی شهر به یگان چارباغ خاص روند. حاضر همه اتا جز چاره هایتان را گرفته برایتان. فیروزه انا این استدو خدیجه و باز یک دو نفر را همراه خود گرفته به تا خانه پاشا بیبی رفتن لازم. به کوچیدن آن حضرت یاردم دادن لازم است. آیم جان، اکنون از گناه ما گذرید. ما را به حال خودمان ماندن گیرید. ما به هیچ جا نمی رویم. چی؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ ارک سوخته ایستاده است. از هوا باران مرد می بارد. تو می خواهی که به خون همین قدر دخترهای مسلمان زامین شوی؟ می خواهی که همه اینها را به دست اوروسها به دست بالشویک‌ها سپاری که آنها ناموس اینها را پایمال کنند؟ جوانی سر امیرتون پایمال کرد، لیکن اکنون بلشویک آمده قصاص ما را می‌سپارد. البته ما به هیچ جا نمی رویم. رفت شوید. رفته به امیر و پاشا بیبی گویید که ما از آتش، از اجل و از تیر و تفنگ نمی ترسیم. آتش هم، اجل هم، تفنگ هم از عذاب و عقوبت بندگی، کنیزی و درباری شما بهتر است. سوزد و خاکستر شود خانمانتان که خانمان ما را سوختید. سوزد و خاکستر شود. ای جفا دیدگان، ای اسیران، وقت آزادی ما رسید. مژدگانی دهید ای فقیران، در جهان صبح شادی دمید. ته خانه را غلغله فرا گرفت. رویهای زن و دخترها از هیجان قلب سرخ شده بود. چشمانشان می درخشیدند. دلشان با امید و آرزوهای خرم و نو می زد و می تپید. فیروزه به بالای کدام صندوقی برآمده بود. با سربند قلقه سرخ و سفید، با کرته چت گلینار و با چشمان آتش بارش، وی در آن دم به دختری آتش مانند بود. از پیش نظر وی سیمای نورانی و با وقار دلارام کمپیر، سیمای مهربان احمد جان مشکاب، خیال مخزونانه سوسن، مادری او و شمسیه ناکام و باز زن و دختران بسیاری که روزی نیک را ندیده هلاک شده بودند، نمایان شده می گذشتند که گویا همه آنها حالا شاد و خرسند بودند. شما قسم آخرین رادیو انسینیروفکا را از روی رمن نویسنده جلال اکرامی دختری آتش شنیدید. رول‌های اساسی را هنرمندان زیرین اجرا کردند: حیدر قول هنرمند مردمی جمهوری حبیب الله عبدالرزاقوف، فیروزه هنرمند مردمی جمهوری خیری نظر و سکالوف هنرمند مردمی جمهوری ظاهر دوستماتوف، اکا مخصوم هنرمند مردمی جمهوری حاجی قول رحمت اللهیف، عثمان افندی هنرمند شایسته جمهوری محمود طاهری، محرمی غرج هنرمند مردمی جمهوری توتی غفار و مشرفه هنرمند مردمی جمهوری میرم ایسایی و دسترخوانچی هنرمند شایسته جمهوری صنوبر بقای و دیگران. برنده هنرمند مردمی جمهوری محمود واحیدوف. مؤلف انسینیروفکا و تهیه‌گر
هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینه، منظم آواز معرفت خالقوه. این گفتار سال 1963 به لنته آواز ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.